روزهای فرهنگی ترکمنستان در تاجیکستان با ثنای پرزیدنت قربانگولی بردیمحمدوف که 12 سال باز در این کشور رهبر است آغاز یافت. پیشوای ملت ما محترم بردیمحمدوف چخیل به شما فهمونم وی خیلی عمیق فرهنگ و صنعت را دوست می‌دارد. بیش از 350 هنرمند و صنعتکار ترکمن و ده‌ها دانشجو تلاش می‌کردند نشان دهند در ترکمنستان همه خوشبختند و سببگار این همه سعادت یک نفر است. قبل از پرزیدنت شدن بردیمحمدوف این گونه مدحیه ها را به سفرمراد نیازوف رهبر قبلی ترکمنستان می‌خواندند. وی شخصی ناتکرار است. همه جنبه‌های فرهنگ و صنعت را خوب درک می‌کند. برای همین وی کتاب‌های ماهرانه می‌نویسد. در دوشنبه کتاب نو قربانگولی بردیمحمدوف را معرفی کردند و آن را تحفه به جهانیان نامیدند. هر کتاب نوشته رهبر خودکامه ترکمنستان در وطن به یک معرکه بزرگ سیاسی مبدل می شود و اکنون از مرزها هم بیرون می رود. این یورت ترکمنی می باشد که در عصرهای گذشته از جانب این خلق زیاد استفاده می شد. با زبان ترکمنی این را اق یورت و یا یورت سفید می نامند. داخل این یورت برای زندگی یک عائله 6 نفره مطابق کرده شده است و البته وقتی عائله کلان شد این یورت هم کلان کرده می شود. چطور خود شما هم میبینید در اینجا هم صندوق و هم کورپه و بالش جای داده شدند و داخل یورت هم اینجا با متاعهای دستدوزی خلق ترکمن آرا داده می شود. روزهای فرهنگی ترکمنستان در تاجیکستان از 14 تا 15 اکتبر ادامه یافت.